در ولایت سوخت دوامی 5 روزی ماه دکبر 7 عدد حادثه نقش ساختار به قید گرفته شد. آخرین حادثه ساختار روز شنبه سنه 3 دکبر در ناحیه جبار رسولوف رخ داده است. قهرمان قادرزاده سردار شعبه نظارت دولتی به خطر از ساختار ریاست خدمات دولتی آتش نشانی میگوید که حادثه نقش ساختار در ناحیه جبار رسولوف در منزل استقامتی سر زده است. ساختار در مساحت 80 متر مربع پهن گردیده خسارات حادثه 45000 سومانی را تشکیل داد. حالا تحقیق آن ادامه داشته سبب و عامل‌هایش معین کرده می شود. در این دوره با مقصد پیشگیری و راه ندادن به حادثه‌های نقش ساختار در اداره و تشکیلات‌ها و مؤسسه‌های تندرستی و معارف و منطقه اهالینشینی شهر و ناحیه‌های ولایت عملیات محافظه تشکیل و گذرانده شد. در این دوره هنگام گذراندن عملیات کاری بیش از 78000 خانه استقامتی از سنجش گذرانده شده با 267000 نفر شهروندان دستور صحبت آیدی رعایت قاعده بهتری از ساختار گذرانده شد. بنا به اطلاع مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در عموم دوامی 11 ماه سال جاری در حدود ولایت 460 عدد حادثه های نقش ساختار به قید گرفته شده است. این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته 9% زیاد می باشد. اطلاع داده شد که حادثه های نقش ساختار در این دوره اساساً در شهر و ناحیه های خوجند، جبار رسولوف، اشت و شهرستان رخ داده است. به جز این سال جاری متاسفانه در پی حادثه نقش ساختار یک حالت فوت نیز به قید گرفته شد. در عموم ساختارها در خان منزل‌های استقامتی در انشاءات خوجگی خلق حسابی بنظر گذاشتن تجهیزات برقی همه می‌خواهند که در خانه‌های استقامتی تجهیزات برقی خود یعنی نقصاندار هست به نظارت می‌گذارند گویم با کار رفتن در حالت کاری قرار داشته و میمونند همین حساب ساختارها معمولی می‌آید. از تعداد عمومی 460 عدد حادثه های نقش ساختار در این دوره بیش از 80% در منزل های استقامتی ساکنان رخ داده است. 37 حالت حادثه های ساختار باشد این در نقلیات شخصی ساکنان به قید گرفته شده است. خسارات عمومی ساختار در این دوره بیش از 32 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. هنگام خاموش کردن ساختارها از جانب ساختار نشانان مال و اموال کارخانه ها، انشاءات های دولتی، خواجگی ها و اینچنین مالکیت شخصی شهروندان با مبلغ 300 میلیون سومانی امین نگاه داشته شد. شروع از سنه 2 دکبر در مقیاس ولایت چاره‌بینی پروفیلاکتیکی آتش نشانی ارچه اعلان کرده شده است که هدف اساسیش پیشگیری و راه ندادن به حادثه‌های نقش ساختار در عرفه سال نو محسوب می شود. مسئولین ساکنان را آگاه می کنند که هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های سال نوی و قاعده‌های بخطری از ساختار قطعاً رعایت کنند. هنگام آراستن ارچه سال نوی و استفاده آرایشات برقی احتیاطکار باشند. در نوبت خود از راهبران و مسئولین اداره و تشکیلات مؤسسه‌های معارف و تندرستی طلب و خواهش کرده می شود که در دوره برگزاری چاره‌بینی‌های سال نوی به قاعده‌های نظارت دولتی به اختیار از ساختار قطعی رعایت نموده از موادهای پیروتکنیکی استفاده نبرند. زیاد شدن حادثه‌های ساختار در شهر و نواحی ولایت سوخت کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی را نیز نگران کرده است. مسئولین از ساکنان دعوت به عمل می‌آورند که هنگام استفاده قوه برق، پیچ و دودبرا و گازیمایع احتیاطکار باشند و به کودکان آتشبازی را اجازه ندهند. هنگام سر زدن ساختار باشد برای خاموش کردن آن بیهوده آواره نشده سری وقت به ریاست خدمات دولتی آتش نشانی زنگ زنند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.